به طور کلی این سبک از کارهای در واقع پیکرتراشی چوب یا حالا منبت سبکیه که توش در حقیقت پرسپکتیو نقش در واقع اصلی رو بازی میکنه. در توضیحش باید بگم که شما الان دارید یه اتاقی رو میبینید که حالا اگر دوستان سریال شهرزاد رو دیده باشن این همون زیرزمینیه که فرهاد توش ساکنه که سریال شهرزاد و باز اگر دوستان فیلم خانه پدری کیانوش عیاری رو دیده باشن دقیقاً لوکیشن پر شدن کل فیلم در واقع همین زیرزمینیه که الان شما دارید یک ویوش رو میبینید. ویژگی اصلی این کار اینه که شما دارید یک عمق زیادی رو در یک ضخامت حدوداً 6-7 سانتی از یک چوب نمایش میدید. نتیجهش این میشه که شما باید در واقع به کار زاویه بدید. زاویه هایی که توی این در حقیقت کار مشاهده میکنید همش در جهت این بوده که اون عمق زیاد اون زیرزمین رو در یک ضخامت کم چوب بتونه به بهترین شکلی برای شما به تصویر بکشه. از جذابیت‌های این کار به طور مشخص طرح یا بافت خود چوب چناره که این کار ازش ساخته شده. این هایی که شما مشاهده می‌کنید بافت خود چوب چناره که باز سعی شده ازش استفاده بشه برای این فرشی که نمیدونم حالا متوجه شدید یا خیر. یه فرشی کف این در حقیقت زیرزمین پهنه این فرش. شما میبینید که طرح طبیعی در حقیقت بافت چوب چنار خودش رو تو نقش این فرش ظاهر کرده. این فرش این ریشه هاشه و شما این حالا چنار پرمگسی هم بهش میگن چون نقشش به اون شبیه. این کاری که مشاهده میکنید یک قلعه مشهوری توی کشور اتریش به اسم قلعه کرایستنشتاین. کلا توی اروپا و حتی توی کشور خودمون قلعه زیاده. قلعه ها خب یه جذابیتی دارن دیگه، در حقیقت یه پناهگاهی بودن برای آدمایی که تو اون عصر زندگی میکرده.
قلعه زیاد بوده، عموما هم قلعه ها زیبا هستن، ولی این قلعه به طور خاص یه عکسی داشت، یه ویویی داشت که به نظر من ویو جذابیه و این کار حدود 4 ماه و نیم وقت برده به خاطر چند سطحی بودنش. شما از اینجا که بیرونی ترین قسمت کاره بگیرید برید جلو تا اینجا که ته کاره شاید حدود عددی بخوایم بگیم 10 سطح باشه، از جلوترین قسمت کار تا انتهای ترینش. و همه این کارهای پرسپکتیوی که شما میبینید یه نکته برجسته دارن و اون اینه که به تعبیر من بعدشون یه چیزی بین 2 و 3 هست. شما یه چیزی وقتی 2 بعدیه عکس دیگه سطح هست، وقتی 3 بعدیه کامل حجمه، یعنی یه قلعه رو شما میتونید بچرخونید کامل از همه زوایا قلعه رو ببینید. این کارهای این تیپی یه چیزی بین بعد 2 و 3 هست، یعنی نه کاملا حجمه نه سطحه. بنابراین من خیلی وقتا میگم این بعدش 2.5. البته این تیپ کارهای نکته‌ای که توش هست اینه که یکی از ویوهاش قشنگترینشه، چون شما همون ویویه که اون عکسه بهتون داده و اون رو ساختید. الان همین زاویه‌ای که شما دارید میگیرید این ویو زیباترین ویو این کاره. شاید اگه شما دوربینتون رو بالا ببرید یا به کناره ها ببرید دیگه این ویو زیبا رو در حقیقت نبینید. این از این قلعه. این که حالا من برای خودم دلنشین ترین کارمه، در حقیقت یه کوچه، یه تیپ کوچه های روستاییه که ما تو خیلی از روستاهامون داریم. خونه ها و کوچه های روستایی المان هایی دارن که سعی شده توی این کار که از یک عکس واقعی ساخته شده دیده بشه، به صورت واضح دیده بشه. به طور مشخص اگه بخوام توضیح بدم، ستونهای سقف‌های این در حقیقت کاره. شما ستونهایی که توی سقف‌ها مشاهده می‌کنید حتی ببینید در اینجا هم سعی شده دیده بشه. این قسمت‌هایی که معمولاً توی خونه‌های روستایی نقش انبارشون رو داره، این قسمتی که توی خونه‌های روستایی حالا یه جوری نقش اینو داره که یکی چند تا گوسفند و مرغ روز نگه می‌دارن. این بالکن هایی که خب هم توش میخوابن هم توش صبحونه میخورن و یه جذابیت خاصی داره وقتی میشینید توش نگاه بیرون میکنید. و همونطور که عرض کردم این ستون هاست، ستون های این سقف ها، تیرهایی که توی خود سقف کار شده، این ستون ها و این تیرهایی که توی سقف ها کار شده از جذابترین المان‌های در حقیقت معماری‌های روستاییه. این کار در واقع یه معماریه که عموما بهش میگن سبک کانتری آمریکایی. شما اگر این فیلم‌های آمریکایی رو دیده باشید، تقریبا همه خانه‌های بیرون شهر این بیرون شهرهای بزرگ آمریکایی همچین شکلی دارن. دودکش بزرگ، سقف‌های شیروانی، حالا بالکن‌ها یا تراس‌هایی به این شکل و معمولا توی فضای جنگلی و پردرختی قرار گرفتن که سعی شده با این درخت‌ها در حقیقت اون رو هم توی ذهنتون تداعی بکنه. این کار یه عکسیه مال یکی از محله‌های قدیمی توی یکی از شهرهای ایتالیا. من اسمشو گذاشتم محله قدیمی ایتالیایی. این تیپ معماری رو شما خیلی جاها ممکنه ببینید، ولی باز یه اجزایی توی این هست که به طور خاص توی اون معماری ها بیشتر دیده میشه. اگه بخوام اشاره کنم به طور مشخص، یکی این سنگ فرشه. کوچه ها معمولا سنگ فرش. خونه ها چفت همدیگه هستن طوری که کوچه ها خیلی باریکن. نمونهش این کوچه‌ای که اینجا مشاهده میکنید. یه کوچه که در واقع میره به اون ساختمون پشتی که شما در واقع سر اون ساختمون پشتی رو هم از اینجا دارید میبینید. به هر حال سقف‌های شیروانی، ناودون‌هایی که آبا رو میارن، پنجره‌هایی که به صورت چوبی باز و بسته میشن، قسمت‌های جلوی پنجره‌ها که معمولاً گل میکنن توش یا گلدونی اونجا میذارن، چراغ‌هایی که
در واقع معبر رو روشن میکنن، چراغ‌هایی که سردر خونه ها هستن. به طور مشخص این خونه که پلاکش هم ظاهراً هست. سایبون هایی که توی سردرها و پنجره ها قرار میگیره برای که در واقع جلوی حالا آفتاب یا بارون بگیره. کوچه های باریکی که یه جوری از زیر عمارت ها رد میشه. شما این قسمت اگه مشاهده کنید به وضوح میبینید که این قسمت بالاییش ساختمونه. تو محله های قدیمی شهر خودمونم از این تیپ بافت زیاده که من حتی یه کار کوچیکی مینیاتوری ساختم از همین محله های قدیمی خود شیراز. پله های نیم دایره‌ای شکل که روش گلدون قرار داده شده. گلدونایی که روی پله قرار داده. یه نکته ای رو توضیح بدم در مورد همه این کارها. ویژگی برجسته این کارها که حالا بعضی‌ها ممکنه یه ویژگی خاص تلقیش نکنن ولی واقعا اون کارها رو خاص میکنه، یه تیکه بودن این کاراست. در این کارها هیچ گونه مونتاژی صورت نمیگیره، ستونی بعدن اضافه بشه. یعنی یه تیکه چوب در حقیقت مکعبی شکل بوده که از توش هی برداشتیم تا این نقشه زده بیرون. هیچ چیزی مونتاژ نشده، هیچ چیزی چسبونده نشده. کار کاملا یک تیکه است. یعنی مثلا اون گلدونی که مشاهده می‌کنید یا چیزهایی که می‌بینید هیچ کدوم اینجوری نیست که اول تراشیده شده باشه و بعد اینا روش مونتاژ شده باشه. و همینه که در حقیقت کارو سخت می‌کنه. شما این نرده ها رو میتونید اول کار رو بتراشید برید جلو و بعد نرده براش بذارید با چسب و چوب و اینا مونتاژش. حالا میگم بعضی‌ها معتقدن این یک برجستگی نیست، این یه ویژگی نیست، ولی من به شخصه معتقدم که هست. که دارید مشاهده میکنید در واقع نمونه گرمابه‌های قدیمی ایرانیه دیگه. باز در اینجا سعی شده که تمامی اجزای چنین حمام‌هایی به وضوح توی این کار دیده بشه. منظورم چیه؟ منظورم اولا این سکوهایی که افرادی که میرفتن حمام خب روش میشنستن، حالا اون کسی که دلاک حموم بوده میومده حالا مشتمالشون میداده یا در واقع به قول معروف کیسه میکشیده اونا رو. این قسمت هایی که معمولا در زیر اینا قرار گرفته برای اینکه یه جوری این سکوها رو گرم نگه داره. حوض وسط این حمام ها که به هر حال می اومدن با این ظرفاشون آب برمی داشتن از توش و روی سر و صورت خودشون می ریختن. ستون های این گرمابه ها که روش مقرنس کار شده، مقرنس هایی که کار شده، و قسمت نورگیر این حمام ها که معمولا دور تا دور یه پنجره هایی داشته و از اونجا نور خورشید به نحو مناسبی توی این در واقع گرمابه ها تابیده میشه. این یه ویویی که در واقع ورودی اون گرمابه است و حالا نشون میده که مثلا اینجا هم داره به قسمت دیگه از این گرمابه منتقل میشه. این کارم نمونه کاروانسراهای عباسیه دیگه. مشهوره که میگن شاه عباس حدود 1000 تا کاروانسرا در کل ایران ساخته. ظاهرا از اون 1000 تا یه چیزی حدود 30-40 تاش بر جای هست و حالا مرمت شده. معماری جذابی دارن، مربعی شکل که شما از یه ورودی دارن و حجره‌هایی در اطرافش هست که اون حجره‌ها محل اسکان مسافرها بوده. تو این شکل سعی شده که هم حجره‌ها هم سکوهای جلوشون نمایش داده بشه، هم پله‌هایی که برای رفتن روی این سکوهاست، ناودان‌هایی که در حقیقت برای آب بارون بوده، اگر روی سقف اومده با آب بارون رو بیاره پایین که معمولا سنگی بودن، نمونهش تو همین سرای مشهور خودمون هم هست، و بادگیرهایی که بعضا تو مناطق کویری میذاشتن برای اینکه تهویه هوا رو تو اینها به نحو مناسبی انجام بده. این یه برش از یک کاروانسرای عباسی. این هم معماری دوره قاجار دیگه. باز اون نکات مهمی که توی این هست که معماری دوره قاجار رو تداعی میکنه، یکی این پله ها و ایوون این
در حقیقت قسمت اصلی خونه است. معمولا اینجاها حالا 5 در 3 در که مشهور بوده 5 دری 3 دری قرار می گرفته. ستونهای سقف حالا حالت کتیبه مانند هایی که معمولا یا آیه‌ای روش نوشته می شده یا تصویر یک حیوانی روش حک می شده. ستونها رو که عرض کردم خدمتتون. توی قسمت حیاط معمولا گلدون هایی قرار داده می شده. حالا عمق کار اجازه نداده، مگر نه قشنگ‌تر بود که اینجا یه حوضم که توی این معماری ها هست حتما قرار داده می شد. و بعد بریم سراغ قسمت زیرزمین این عمارت ها. پله‌هاشو به وضوح می بینید. از این قسمت وارد زیرزمین میشید. پنجره هایی که معمولا حالا با سفال ها یا آجرهای فیروزه‌ای رنگ یا بعضاً پنجره های فلزی که مشهور به چلنگری از قسمت حیاط جدا می شده که شما میتونید دو تا پنجره‌ای که به زیرزمین این عمارت بوده به وضوح ببینید. البته نکته‌ای که هست اینه که ما ترجیحاً کار چوبمون رو رنگ نمیزنیم و سعی میکنیم رنگ طبیعی خود چوب باشه. من تو این دوتا کار عمدن خواستم یه جایش که برای خودم جذاب بوده با رنگ کردن بولدش کنم. در حقیقت توی این کار شما این حوض رو میبینید که رنگ شده و توی این کار این پنجره هایی که به زیرزمین هست. من توی همچین عمارت هایی بودم. منزل پدر بزرگم توی شیراز همچین چیزی بود. شما وقتی میرید توی زیرزمین، حالا سوای خنک بودنش، اون نوری که از وسط این در حقیقت حفره سفال ها رد میشه انقدر جذابه، مثل یه تصویر عجیبی رو برای شما در حقیقت خلق میکنه.